این رژیم اعدام و شلاق تو سلولو میگم، تو زندانو میگم، کارهایی که بعد از 30 خرداد کرد میگم. چون صحنه ها من یادمه. تابستون سال 57 بود، اوین بودیم بنده 2. به ناگهان صلیب سرکلش پیدا شد. ما رو بردن گفتن آقا پیرن تو در بیار، لباسات در بیار. در آورد. دیدیم این دفعه به جای شلاق و اینا گفت این کف پا چیه؟ خب آثار شلاقه. ثبت کرد. دکتر صلیب اومد، یه جای سوختگی آتش سیگار میدید مثلا رو بدن بچه‌ها، گفت این چیه؟ گفتیم آتش سیگاره. ثبت میکرد. از اون روز تعادل چرخید. چند نفری از بچه‌ها رو ساواکیا بردن، سیانور تو دهنشون کردن و اینطوری کشتن در اون ماه‌های آخر. لکن هیچ وقت اعدام رسمی دیگه نبود. آخرین اعدام تا اونجا که من یادمه مال سال اواخر 55 56 بود، یادم نیست. بچه‌ها که الان اونجا هستن دقیق‌تر یادشونه. مال حسن ابراری شهید خودمونه و یکی از فدایی‌ها. بنابراین زندان اومدن و رفتن اصلا دیگه هیچ مشکلی نبود. 100 تا 1000 تا میگرفتن تو خیابون‌ها، میآمدن تو زندان‌ها، برمیگشتن. نتیجه ببین تو ماده 1 هیچ شک و شبهه و ابهامی نداری؟ نه خیر ندارم. اگر انشالله تعالی روزی کنار بگذارد معناش چیست؟ معناش سرنگونی. دیگه اون نوعی بله. نیست. تموم شد. یعنی وارد ایام چی شدیم؟ سرنگونی. آره، وارد روزهای سرنگونی شدیم. از مرحله به انگار که به دروازه یه جای رسیده باشین. دروازه سرنگونی. مثل که از دور یه شهر رو میبینین که دیگه به یه نقطه آدم میرسه که شهر رو میبینه. از تپه و دره و پستی بلندی ها بیرون اومده، دیگه شهر رو داره میبینه. دروازه سرنگونی اون اسمش. تمام؟ بله دست شما نکنه. خیلی من آقا نفر بعدی ماده 2 را بخواند. خیلی متشکریم که واقعا در این روز مبارک واقعا صفا کردیم. ماده 2 رو میخونم با اجازهتون. ماده 2: فضای باز سیاسی مانند پایان رژیم شاه که به قیام مسالمت آمیز 22 بهمن